تصور کن یه پسر از جنوب هیوستن، یه محله‌ای پر از جرم و جنایت، تو کمتر از 10 سال تبدیل بشه به تاثیرگذارترین چهره موسیقی دنیا. کسی که کنسرتاش مثل فستیوال‌های آخرالزمان میمونه، برند خودش رو با نایکی میسازه و با یکی از معروفترین خانواده‌های دنیا رابطه داره، ولی همزمان اسمش با یکی از تلخ‌ترین حادثه‌های موسیقی گره خورده. این داستان ترویس اسکات، نابغه‌ای که دنیا هم تحسینش میکنه هم ازش میترسه. ترویس با اسم واقعی ژاک وبستر در سال 1991 توی تگزاس به دنیا اومد. 6 سال اول زندگیشو با مادر بزرگش زندگی کرد، یه جایی که پر از جرم و جنایت، خشونت و فقر بود. توی یکی از مصاحبه‌هاش میگه صدای گلوله خیلی عادیه تو اون محله، ولی از بچگی توی خونه‌شون موسیقی جریان داشته. پدرش درامر بوده، مادر بزرگش هم موسیقی جاز گوش میداده. همونجا بود که فهمید موسیقی تنها راه فرار از این محله است. ترویس بعد از مدرسه وارد دانشگاه شد، ولی 2 سال بیشتر دووم نیاورد. ترک تحصیل کرد تا بره دنبال رویای موسیقی. خانواده‌اش هم با این موضوع مخالف بودن، یعنی با موضوع رفتنش به لس آنجلس، ولی هر طوری شده اون بارو بندیلش رو جمع کرد و رفت. اون اوایل خونه دوستش میخوابید، روزا آهنگ میساخت، شب هم دنبال کار میگشت. سال 2013 اولین ترکش منتشر شد و توجه رپرایی مثل کانیه وست و تی.آی رو جلب کرد. همین 2 نفر اولین دروازه موفقیت ترویس بودن. سال 2015 آلبوم رودیو رو منتشر کرد، ترکیبی از ترپ و صداهای عجب و غریب خودش. ترک انتیدوت داخل اون آلبوم منفجر شد و ترویس از یه اسم زیرزمینی به یه ستاره جهانی تبدیل شد. بعدش هم آلبوم‌های زیادی داد و خودشو کاملا به شهرت رسوند، ولی بازم واسش کافی نبود. آستروولد اون فقط یه آلبوم نبود، اون یه تجربه زندگی بود. اسمش رو از یکی از پارک‌های تفریحی ترویس گرفتن که سالها پیش تعطیل شد و اون با این آلبوم خواست دنیای بچگیشو دوباره زنده کنه. یا مثلا ترکی که با دریک فیت داد و میلیاردها بازدید گرفت. و ترویس به نماد نسل جدید موسیقی ترپ تبدیل شد. تو اوج موفقیت ترویس با یکی از تلخ‌ترین لحظات موسیقی روبرو شد. فستیوال استروولد در نوامبر 2021 که قرار بود یه جشن موسیقی باشه، به فاجعه تبدیل شد. ازدحام جمعیت باعث مرگ چند نفر شد و صدها نفر زخمی شدن و رسانه‌ها ترویس رو متهم کردن که چرا کنسرت رو متوقف نکرده و اون مدتی از سوشیال مدیا و اجراهاش دور موند. هرچند بعدها گفت که هیچ وقت قصد بی‌توجهی نداشته، ولی اون حادثه همیشه به اسمش موند. ترویس فقط یه موزیسین نیست، یه برند جهانیه. همکاریش با نایک و ساختن کفشای کاکتوس جک جردن باعث شد توی دنیای مد هم منفجر بشه. شرکت ضبط خودش رو به اسم کاکتوس جک رکورد تأسیس کرد و رپرای تازه کار رو حمایت کرد. رابطه‌اش با کایلی جنر و خانواده کارداشیان حسابی رسانه‌ای شد. 2 تا هم بچه دارن به اسم آیری و استرومی اگه اشتباه نکنم. با اینکه چندین بار جدا شدن از همدیگه، هنوز که هنوزه اخبار رابطه‌شون همه جا هست. سال 2023 بعد از 2 سال سکوت با آلبوم آتوپیا برگشت. کنسرت‌های جدیدش توی مصر و ایتالیا نشون داد هنوز که هنوزه ترویس یه شومن فوق‌العاده است. آهنگاش پر از جزئیات صوتی و افکت‌های خاصه، طوری که منتقدا هم قبول دارن هیچکس صدای شبیه ترویس اسکات هم نمیتونه تولید کنه. ترویس واسه بعضیا نابغه است، واسه بعضیا هم خطرناکه، ولی یه چیزی واضحه، اون صنعت موسیقی و مد رو واسه همیشه تغییر داد. به نظر تو ترویس اسکات قربانی موفقه یا هنرمند جنجالی؟ نظرتو توی کامنت ها بنویس. اگه با ویدیو حال کردی لایک و ساب یادت نره. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.